سلام علیکم تماشابینان عزیز. ما یک گروه سیاحان داخلی با شرکت تاجیک سیاحت از شهر کولاب تصمیم گرفتیم که پای پیاده به تپه‌های سبزپوش ناحیه امین‌آباد سفربر شویم. چقدر شما دیده ایستادید ما به مقصد خویش رسیدیم و الکی در کوه سبزپوش قرار داریم. خط سیر سیاحی ما از شهر کولاب تا به این تپه‌های سبزپوش 12 کیلومتر 556 متر را تشکیل می‌دهد. با ما باشید از سفرهای سیاحی ما خبر باشید.